امروز 2 ایون است و استودیوی مرکزی رادیو آزادی نگاهی می‌اندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط بعضی از موضوعها. رهبران بازار شاه منصور و دهقانی شهر دوشنبه که ظاهراً نتوانستند از بالاروی نرخ جلوگیری کنند از مقامشان برکنار شدند. مقامات افغان به هوا تیر خالی کرده اعتراض مردمی به ترکیش مرگباری هفته روان را پراکنده نمودند. اصلاحات نظام معین نمودن نفقه بازنشستگان تاجیک را از ادامه کار دلسرد کرده است. آنها میگویند چنین نفقه کم را برای مهنت طولانی انتظار نبودند. ممکنه ولی که برای ما نقصر میشد اگر پنسیا دگاور قطعی میشد هیچی گپ نبود کار میکردیم. آوازی باشد من دیگر نمیخوام. در دو بازار بزرگ شهر دوشنبه رهبران نو تعیین شدند. با قرار شهرداری روز گذشته رئیسان بازار شاه منصور و دهقان بازار از وظیفه آزاد گردیدند. با نوشته برخی از رسانه‌های محلی رئیسان بازارها اختیاراً کرسی‌های خود را خالی کردند زیرا نتوانستند از عهده اجرای امر شهرداری دوشنبه رستم امامعلی در زمینه راه ندادن به بالاروی نرخ‌ها برآیند. حکومت شهر قبل از شروع ماه رمضان وعده داده بود که نرخ‌ها برای محصولات نیازی اول به تغییر میماند، اما ساکنان شکایت کردند که بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آغاز ماه به مراتب بالا رفت. این همه چیز قیمت است. پمیدور 7 سومون، اینا پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون. این بعد پمیدور که افتاده پری پمیدور 230 باید باشه. پمیدور بودیم 50 درهم باید باشه. این همه راست سوداگرا رو میفروشند اینجا، دهقانا نه. مسئولان بازارها دلیل این وضع را به کم شدن ورود محصولات کشاورزی به بازار ارزیابی نمودند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 ایون اعلام کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم که ماه دکبر سال 2012 امضا شده است خارج می شود. این یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ می باشد که اجرای آن مردم زیادی را در گوشه‌های مختلف عالم ناراحت ساخته است. همکارمون ساجده میرزا میگوید دیشب در پاریس با نشان اعتراض به این تصمیم بعضی بیناها را با رنگ سبز روشن کردند. The President of the United States of America, President Donald Trump. شریکان و رقیبان ایالات متحده آمریکا قراری پرزیدنت دونالد ترامپ درباره خارج شوی این کشور از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم معروف با نام سازش پاریس را محکوم کردند. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در یک اظهارات مشترک قراری ترامپ را تأسف آور خواندند، ولی قاطعانه تاکید کردند که سازشنامه امضا شده در سال 2015 بازنگری نمی شود. رهبران 3 کشور از ممالک دیگر دعوت کردند که سرعت اجرایش سندهای سازش پاریس را افزایش دهند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون بعد صحبت تلفنی با پرزیدنت آمریکا گفت: Je prends note de la décision du président américain. من به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره بیرونشوی کشورش از سازش پاریس احترام قائل هستم. متاسفم و به عقیده من با نظرداشت منفعت کشور و مردم آمریکا و همچنان سرنوشت من بعده سیاره ما قبول این قرار خطا است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 1 ایون اعلام کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییر اقلیم بیرون می شود. سازش پاریس نمونه آخرین ورود واشنگتن به سازش‌هایی میباشد که خلاف منفعت ایالات متحده آمریکا و به نفع کشورهای دیگر میباشد. این سازش کارگران آمریکا را که من آنها را دوست می‌دارم و همچنین مردم اندازه‌سپارنده را وادار می‌کند که قیمت این سازش را پردازند، از جایهای کارشان محروم شوند، معاش آنها کمتر و کارخانه هایشان بسته شوند و تولید محصولات اقتصادی پایین رود. بیرون بردن امریکا از سازش پاریس از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. این سازش تاریخی پس از حدود 2 هفته مذاکرات سخت روز 12 دکبر سال 2015 به دست آمد. بر پایه این توافق همه کشورها موظف شدند که تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. همچنین میزان افزایش گرمی زمین تا سال 2100 باید زیر 2 درجه باقی بماند. برنامه را ادامه می‌دهیم.
روز جمعه صدها اعتراضگر با تقاضای استعفای حکومت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در مرکز کابل راهپیمایی نمودند و پلیس مجبور شد که برای پراکنده کردن گردهمایی به هوا تیرخوری کند. جمع آمدگان در کنار مکان بمبگذاری روز چهارشنبه 31 می سنگر گرفتند و به سوی پلیس سنگ پرداختند. به گفته اعتراضگران مسئولیت این بمبگذاری که حیات نزدیک به 90 کس را از بین برده بیش از 460 نفر دیگر را مجروح نمود به ذمه حکومت افغانستان است. خاطر عدالت‌خواهی و استعفای نیروهای امنیتی است. البته نیروهای درجه اول امنیتی، چرا ما با عنوان شهروندان کابل اصلا توقعی از این نداریم که هر روز از خانه برایم بریم طرف وظیفه و امید بازگشت خود به خانه نداشته باشیم. هر روز انفجار، هر روز انتحار. تا هنوز گروه مسئولیت بمبگذاری را به دوش نگرفته است. ضمناً پژوهشگاه اقتصاد و صلح در لندن افغانستان را مایه تهدید به تاجیکستان می‌داند. این پژوهشگاه شاخص بین‌المللی صلح را نشر کرد که در آن تاجیکستان در زینه 118 قرار گرفته است. عامل‌های مناقشه‌زا سال 2016 در تاجیکستان کمتر شده است، اما همسایه آن افغانستان پس از سوریه بی‌ثبات‌ترین کشور در جهان بوده است. طاهر سفر در این باره با استیو کلیلی مؤسس پژوهشگاه صحبت کرد. شاخص شما نشان می‌دهد که اوضاع در اوراسیا از جمله تاجیکستان بهتر شده است. می‌توانید شرح بدهید که کدام عامل‌های مناقشه‌زا کاهش یافتند؟ اگر به علامت‌های بهبود یافتن اوضاع در چندی از کشورهای منطقه اوراسیایی نگاه کنیم، در زینه‌های پایانی فهرست منطقه روسیه و اوکراین جای گرفتند. هرچند در چند ماه گذشته اوضاع در آنجا نیز اندکی بهتر شده است. اگر بخصوص به تاجیکستان نظر کنیم، مهمترین عامل بهبود یافتن نشانداد کشور تعهدات زیادتر کشور برای عملیات‌های پاسداری صلح است. تاجیکستان در شاخص در مقام 118 قرار دارد، ولی وضع بسیار کم بهبود یافته است و آن هم به دلیل کمک مالی تاجیکستان برای عملیات‌های پاسداری صلح سازمان ملل است و هم بیرون کشیدن پاسداران صلحش از کشور ملی. از طرف دیگر تروریسم به نشاندادهای کشور هم تأثیر گذاشته است. تمایل‌های فعلی چی را نشان می‌دهند؟ وضع در سال آینده بهتر می‌شود یا می‌تواند از این هم بدتر شود و ما شاهد مناقشه و جنگ‌های زیادتر شویم؟ در مسئله تروریسم اگر گروهی به نام دولت اسلامی و باکو حرام را شکست دهند، تمایل مثبت خواهد بود. افغانستان مایه نگرانی چشمگیر است. مرگ در جنگ‌ها و بر اثر تروریسم در افغانستان در 5 سال گذشته به قدر قابل ملاحظه زیاد بود و بدون جلب نیروهای بیشتر به آنجا چون این وضع غالباً ادامه می‌کند. تروریسم همچنین مشکل باقی میماند. از طرف دیگر چیزی که از نظرها دور مانده است تروریسم دولتی است و مثل قتل خودسرانه و عذاب و شکنجه و به محاکمه به زندان انداختن است. وضع در این سمت در 10 سال گذشته بهتر شده است. در واقع وضع در این سمت در 68 کشور بهبود یافته است و در 46 کشور بدتر شده است. برای همین پیشگویی کردن سخت است چون بعضی روندهای مثبت وجود دارد و هم تمایل‌های منفی. پهلوهای دیگر این پژوهش را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ابراهیم عثمانوف محقق تاجیک در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان عضو هیئت مذاکره کننده صلح تاجیکان بود. در عرفه 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح کتابش را با نام سوگند صلح آفرینی نشر کرد. همکاران ما با این محقق واخوردند. فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم البته این به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتوانست. این اولین تزی که من در اینجا گفتم. تاجیکستان شروع از امسال به نظام نوی نفقه گذشت. این اصلاحات نفقه پولی تعدادی از بازنشستگان را که در بخش‌های بودجوی فعالیت داشتند پایین برد. آنهایی را که حالا در سن بازنشستگی قرار دارند حساب نفقه از روی نظام نو غافلگیر کرد. برخی از آنها در صحبت با همکارمان براد یوسفی گفتند که سالهای طولانی کار کرده و در رشد اقتصادی کشور سهم گذاشتند، اما اکنون با این نفقه نوچیز خود را فریب خورده و یا حتی تحقیر شده می‌حسابند. лаалбеги муродова 35 сол собиқаи омӯзгорӣ дорад. моҳи апрели соли ҷорӣ ба синни 58 расид ва хост ба нафақа барояду давлати пирӣ ронад.
پس از جمع‌آوری سندهای ضروری مقامات آژانسی سقوط‌های اجتماعی و نفقه معاش بازنشستگی او را 330 سومانی تعیین کردند که پس از شنیدن این به حالت شوک افتاد و از کار آموزگاری دلسرد شد. خیلی توی ممکن میخواستم کار کنم، ممکن اولی که برای ما نقصر میشد، اگر پنسیا دگاور قطعی میشد هیچی گپ نبود، کار میکردیم. آوازی باشد من دیگر نمیخوام کار کنم. من برای 300 سوم دلم زیق نشد، من به قدر مهنت خودم که من همین قدر مهنت کردم نخود که همین قدر قدر کرده باشم. سال جاری صدها نفر آموزگار و کارمندان دیگر بخش‌ها که به سن نفقه رسیدند با شنیدن حجم ناچیز معاش نفقه‌شان یا بیمار شدند و یا مثل لعلبگیم به هر شرایط دیگر از ادامه کارشان دست کشیدند. این نتیجه عملی شدن اصلاحات ساحه نفقه در تاجیکستان است که سر از سال 2013 قسماً و از اوایل سال 2017 پورا به اجرا درآمد. بر اساس اصلاحات در قانون تاجیکستان درباره نفقه سقورتوی و دولتی برای معین کردن حجم نفقه شهروند نه از روی حجم میانه معاش 2 ساله و یا 5 ساله اخیر او، بلکه با سهمگذاری او در تمام دوره فعالیت مهنتی در نظام سقورتوی دولتی مورد نظر گرفته می شود. سرمایه شرطی نفقوی یک سرمایه سقورتویی که در طول فعالیت مهنتی شهروند پرداخت گردیده است با مقصد نگهداری از بی‌قروشوی با ترتیب معین نموده حکومت جمهوری تاجیکستان ایندکساسیون کرده می شود و مبلغی حاصل شده که به حالت روزی مراجعت برای تعیین نفقه تشکل می یابد و سرمایه شرطی نفقوی نام دارد به دوره پرداخت احتمالی تقسیم کرده می شود. یعنی امروز از 1 ژانویه سال 2017 دوره پرداخت احتمالی 180 ماه مقرر شده است. بر اساس قانون تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی اگر شهروند پس از 15 سال گذشتن از سن نفقه نفوتد پرداخت معاش نفقه ادامه می‌کند، اما در صورت فوت قبل از 15 سال پرداخت معاش نفقه قطع کرده می‌شود. این مقررات به خاطر نگه داشتن توازن در پرداخت نفقه تعیین شده است. تحلیلگران نظام برشمردن و تعیین نفقه در تاجیکستان را برای شرایط تاجیکستان نامناسب می‌دانند، زیرا به قول آنها این نظام برای کشورهای رشد کرده ساخته شده است که ساکنانش معاش‌های کلان دریافت می‌کنند و زمان فعالیت امکان پرداخت‌های بزرگی اجتماعی دارند. این نتیجه فکر می‌کنم آن اصلاحات‌های نه چند دورنمای بعضی متخصصان است. خوب میشد که آنها بیشتر توجه به استراتژی دورنمای رشد ملی 2030 تاجیکستان می‌نمودند. در آنجا همه این بر الان نشان داده شده است، یعنی با کدام فایز وابسته از بگیم اینفلاسیون سالانه‌ای که در تاجیکستان با وجود میاد باید نفقه مردم هم باید یک مقدار بالا رود. فعلا در تاجیکستان 642,000 نفر نفقه‌گیر زندگی می‌کنند و حجم میانه نفقه 273 سومانی و یا 30 دلار آمریکایی است. این نشان داد در قلمرو شوروی سابق پسترین معاش نفقه می باشد. بزرگترین نفقه را در قلمرو شوروی سابق ساکنان استونیا می گیرند که به 434 دلار برابر است. و عربستان سعودی خبرهای نشر شده درباره افتتاح نمایندگی دانشگاه اسلامی مدینه در دوشنبه و بنیاد یک مرکز اسلامی در ولایت مختار بدخشان تاجیکستان را دروغ خواند. مسئولین سفارت عربستان سعودی در دوشنبه میگویند این خبر که در وبسایت العربیه.org و بعداً در رسانه‌های دیگر اینترنتی نشر شد اساس ندارد. وبسایت مذکور هفته گذشته از قبل سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان نوشت که درباره بنیاد این مؤسسه‌ها میان شکورجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی ماه ینور امسال در ریاض توافق حاصل شده است. برخی از نشریه‌های روسیه نیز این موضوع را به بحث کشیدند و اقدام سعودی را یک نوع کوشش برای حضور بیشتر در تاجیکستان عنوان کردند. خبر و گزارش‌های بیشتر از این در سامانه ما www.azadi.org نشر می شود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه ویژه دارد. از کانال ما در یوتیوب می توانید نوارهای دیدنی و گزارش‌های روز را تماشا کنید. برایتان استراحت خوب می خواهیم و تشکر می گوییم که ما را پیگیری می کنید. خدا نگهداری هر یکشان.